بشیر ابن حارث رحمه الله میگوید که اگر میخواهی سری زبانها باشی، اگر میخواهی همه یادت کنند، پس کارهای خوبت را پنهان کن، همان طوری که کارهای بدت را پنهان میکنی. مردم چی دوستت داشته باشند، چی از تو متنفر باشند، در هر صورت برایت لطف میکنند، چون اگر دوستت داشته باشند در قلبشانی و اگر از تو متنفر باشند در ذهنشانی. گوش بده برادر و خواهر، حبس ابد فقط پشت پنجره های زندان نیست. حبس ابد جایی هست که کل زندگیت را با میل و سلیقه دیگران میگذرانی. حبس ابد آنجاست. پس مهم نیست که مردم در مورد چی میگویند و چی فکر میکنند. طور زندگی کن که خدا برایت بها گذاری کند، نه دیگران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.